احمد وقتی که حافظت به جایش آید باز مرا دوست می داشته باشی یا اینکه همه‌اش را فهمیده مرا فراموش کرده به نزد زهرا می روی؟ احمد ها؟ حیف بر تو. احمد گفته مرا با قلتکی لست شناس می کرده ای ها؟ آدمی پست میلیس را هم گرفته است. من میکشم تو را آدمی پست. احمد من هم تو رو دوست می دارم. زیا باز تو این رو چه خیلی به من روا دیدی زیا؟ تو خودت کی هستی؟ تو چی؟ تو اینقدر دختری پس بوده ای؟ ایست مرا بین. دختری که من دوست می‌دارم کسی با او شپاتی زده نمیتواند فهمم. دختری که تو دوست می‌داری من هستم. من فهمیدی؟ تو کی هستی؟ کی؟ چیکار کردین؟ احمد ترگوت تا مردهش را نبینم من به هیچ کجا نمیروم. مایل شکر بچه ها را میگذارم اینجا انتظار میشم. حالا که پلیس آمده است از اینجا رویم. زهرا و میلیس را گرفته به خانه برید. مایل شکر شما دخترها را گیرید. شما از پس کجا شدی؟ مرا تنها نگذار احمد. رهایم کنید.
سلین او جیگرم التماس مرا ببخش. همه شاید پشت کلت کلاس شد. نباشد من سری وقت با اینجا می اومدم. خطا کردم. برادر چی گپ است در اینجا؟ جنایت کردن، جنایت. چه خیلی جنایت؟ صاحب این ماشین را پروندن. برادر آدمی را که پراندن با چشمان خودت دیدی؟ سامی زورو کمی پیش به من گفت که اکد زنده است. میلیس از ما چیزی رو پنهان کرده استاده است. نه گوش کن بیتو جون، زهرو خیالی شده است، اهمیت نده تو. نه این خیلی نیست. در حقیقت میلیس مثلی که از ما چیزی رو پنهان دارد. یعنی میلیس هم وقتی آخر خوب نیست، عقلش در جایش نیست. والله که سامی یعنی هر دویشون خوب نیستن. من تاکسی جیغ زنم رویم بخدا. کنی جیغ زن دیر شو. احمد هم اومدنی بودو. موافق خلاصه دکتر میتوانی کار را آغاز کنی اونال. سلاح و شهادتنامه را گیر، اما از این پس با دقت باش. از پس مرده ها نه، از پس زنده ها باش. تو را در زیر نظارت هم میگیرم. شبه نکنید رفیق سردار. یعنی مسئله کلتکیرس رو من به آخر رسوندم. کلتکیرس برای من مرده است. باور کنید اگر از قبرش خسته آمده از این در درآید نگاهش نمیکنم. اونا چی ها میگویی؟ آدم مرده چقدر از قبرش خسته میآید؟ مثال آوردم رفیق سردار. مثال دیگر مثال نیار، احتیاط کن. تمام سردارم. کلتکیرس اکنون همچون مثال مرده است. با اجازه شما. مرا گوش کن سقراط. اگر با من دروغ گویی تو را با کفگیر میزنم، با کفگیر میکشم. چه دروغ کنم؟ رسم ها را دیده ایستاده ای. کلتکیلا زنده است. انتقام کی را بگیری تو؟ در است. سردار کلتکیلاس را پرانده به بحر پرتافتند. بابا چی کار کردید شما؟ چرا پراندید او را؟ چرا؟ نخواستم به تو ضرر رساند. طاقت نمی کردم. اما بابا او را کشتید. چرا کشتید او را؟ بره دارم. خودم میروم.
قاتل هستید. با پلیس خبر میدیم. قاتل. با تو کارمان دوام دارد. احمد گفتنی کلتکیلس بوده؟ بد اخلاق. رهایم کنید. برو برده در اتاقش محکم کنید. تلفنش را گیرید. با کسی گپ نزند. برید. شما قاتل هستید. با همش جواب خواهید داد. تربوت. قاتل. نبیره هایم پایشان را از خانه به بیرون نگذارند. مایلا شکر. اوه این دیگر گپ کلتکیلس هم نیست. اکنون از پی کار بارمون میشویم. لبای سردارم کلتکیلس رو در نزد سویل پراندم. تو چه ها میگویی؟ کدام کلتکیلس؟ پسر تو حال هم از پشت ارواح هستی؟ مرا گوش کن. از پشت این خیالات مفته از سیلینت هم ماندی. سردارم چقدر خیالات، این سردسر درست است. پسرم من شفا یافتم، باز این بیماری به تو گذشت. لوین بین از این روز پس به نزد دکتر میروی. داروهایی که دکتر به من نوشتن لوین من شفا یافتم. عجایب دارو هستن، حتما بگیر. سردارم چقدر دکتر چقدر داروها به خود داره. کلتکیلس رو در نزد سویل پراندم، با چشمان خودم دیدم. ای رفت گوشم تو چی داری بیا؟ با کارم نم برگشتم. گوش کنید، من تفتیشات را آغاز کردم. معلوماتی که من در جای حادثه از شاهدان گرفتم با کلتکیلس 100% موافق است. بعداً ماشینی سرخی که کلتکیلس میران در نزد سویل پیدا کرد، یعنی در جای حادثه. جستجوی ماشین را آغاز کردیم. شما هر چی زودتر بیایید. زود باشید. زود. ای تلفن را کش. دیوانه است. لوین. آمد یکرم آدم های در بیرون بوده کی هستن؟ چیزی نیست. روید پسرم. شما به اتاقتان گذاشته خوب استراحت کنید. زود باشید. عمیق چیزی نیست. یعنی وقتهای آخر عصبهایتون آرام نیست. کسی عذر نمیدید شما رو؟ گفتم که چیزی نیست. سمی تو را دوست می‌دارم. بسیار دوست می‌دارم. به کارهایی که به تو دخل ندارم بینیت را نخرام. سوال بسیار هم نده. روید جانم. دم گیرید. کنی روید. زودتر باشید. این خیلی باشد. شبتون خوش. شب خوش. اکا من باز میپرسم در این خونه چی گپ است؟ یعنی خیلی شد اینجا زندگی دارم، حالا هم نمیفهمم. گوش کن سینم، دوستت میدارم میدونی، اما کارهایی که به تو دخل ندارم سوالش رو نپرس. من نپرسیدم تو هم نپرس. بیا رفتیم از اینجا. زود باش. منتظرم آخر زودتر. انا در همونجا ببینید. همه کسی یک طرف بیسته که اون آمد. به بچه جبیا جسد کلتکیلس رو پیدا کرده؟ سردار آن را تا حال پیدا نکردیم. من شکر کارتون رو دوام بدید. با دقت باشید. حالا هم کلتکیلس میگوید دیوانه هستی؟ پسرم آدم مرده را چه خیلی میپرانند؟ سردارم آروم باشه. جسد کلتکیلس رو کمتر پس از بحر برآورده نشون میدید. لوین عقلت رو کمی کار فرما پسرم. آدمی که در زیر خاک است از زیر بر چه خیلی میبراید؟ نه پسرم، من تو را به نزد همان دکتر پسیخولوگ میبرم. گپا کم که بیا پیش بگذاریم. بیا کلتکیلس آدم با خیال خزندش نکنه. دوام ده. سردارم چی؟
рафиқон аз баҳр як ҷасад ёфтанд ҳозир мебароранд. калтакелас сардорам ман ба шумо гуфтам ки калтакелас аз баҳр мебарорем. офарин бачаҳо, офарин бачаҳо. чӣ хел мебаромада бошада. کلتاکیلاس در کجاست؟ یا خدایا این از کجا پیدا شد؟ کلتاکیلاس و کدام پرنده است در بحر پرتافته است. چی؟ قیچی. وا سقراط بیشرف ها. های ما را آنجا به گپ گرفته آدمهایش را روان کرده کلتاکیلاس را پراندنده. بیشرف حساب این را من از اون نمیپرسم مگر ها؟ حتما میپرسم و این مسئله کمی سرم رو گران کرد. این سقراط قصاب اول رحمتی دامولوزیو رو کشته بعدا باز زنده کرده ما رو به گپ گرفته تکرارا کشته به بر پرتاب مگر همینش رو وای نکردم نفهمیدم سردارم. حالا هم آنجا هستی گوسفند. акаи гӯспанди кар тамоман беақл аст аз дасташ ягом чӣ намеояд. ман мегӯям ки инро парронда ба ҷаҳаннам равон кунам. шумо чӣ мегӯед? ту чаро дои маро мепарондаӣ? мон як бор туро мо паронем? ту тафилузи гардан нагирӣ. خاموش باشد. گوسفندهای کر هر دویتان را میپرانم. درو گشایید 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 التماس مرا رها کنید. خدا لعنت کند. احمد یک طرفی است. سردارم قسم میخورم که این کلتاکیلاس نیست. سردارم قسم میخورم که این کلتاکیلاس نیست. گاوی لوین البته که کلتاکیلاس نیست. سردارم منم میگم که این کلتاکیلاس نیست. برای چی قدر عصبی میشوی؟ شایدان گفتن که کلتاکیلاس رو 3 تیر پرانه اما در بدن این آدم یگان پای تیر نیست. گوشو شبیه اکول ادبه چون کده است. لوینت مرا عصبی نکن. یک شب پاتی میزنم عینکات از چشمم میپرد. این کلتاکیلاس است مگر؟ مونند است این؟ کنی پای های تیری گفتند. با دقت باشید خطاگی نمیخواهم. اینها که باشم. شما اینجا چیکار میکنید؟ شما کی هستید؟ از شما میپرسم کی هستید شما و چیکار میکنید اینجا؟ داد نزن تولین، داد نزن. اینها رو من دعوت کردم فهمیدی؟ شما دعوت کردید؟ بله. بخشیش نفهمیدم چرا؟ یا خدایا توبه کردم. این آدم ها کی هستن؟ منتظری چی هستن؟ نمیفهمونید مگر؟ نبیره هایم از این خانه یک قدم به بیرون نمیزنند. آن آدم ها را برای همین آنجا گذاشتم. چی؟ اینجا چی گپ است؟ دخترم کجاست؟ ملیس چی داد میزنی؟ دخترت در اتاقش محکم است. چی؟ محکم است؟ کی محکم کرد؟ من کردم. شما کی هستید که دختری مرا در اتاقش محکم میکنید؟ کی هستید؟ باورم نمیآید. ملیس داد نزن. از اتاقش بیرون نمیشود. محکم است. خدا جوش جنت گردان آمین. الله گوبی لوین با تو چی گویم ها؟ با تو چی گویم پسرم؟ بیا نزد دکتر برام گویم رد میکنی. کنی کلتاکیلاس باز با خبر در آمد. سردارم من کفالت میدیم که بیبی من بندگی کرده است لطفاً. لیکن کلتاکیلاس زنده است 100%. خدا رحمتش کند. پسرم با تو میگویم کلتاکیلاس مرد. نمیفهمی ها؟ رفیق کمیسر کلتاکیلاس نمرده است زنده است. بین این رسم را در قبرستان گرفتن. باور نکنی این دیدی کلتاکیلاس زنده.
چخیل نیستم آدم که نباشم چرا استاسم میگردی مرا مسخره میکنی ها؟ تو در سری من تو رو میبینم یا نمیبینم تو نیستی یا در تصوری من هستی کلتا کیلاس تو نیستی تو چی ها میگوی؟ کور هستی مگر ها؟ نمیبینی مرا؟ نیستی تو مرا مسخره میکنی ها؟ این همون قبرستون است اما خیال بود مرا شپاتی زده بود ولی حقیقی نبود آن. سردارم با فکرم کارتکیلاس در قبرستون شما را شپاتی آودار زده کرد همین زندگی. اوه دستش درد نکند. نه تمام این بیشرف در حقیقت به من شپاتی زده بود در حقیقت زنده است. بله سردارم من همون رو دیدم. ای مرا بینید این خیل باشد امشب اینجا کی رو پراندن؟ خدا جان با من صبر بده. کنعان دیوانه مگر من مجبور هستم که کارهای کریمینالی رو با توی به عقل نقل کنم؟ 100 بار با تو گفتن که بنی قرانتا با کارهای ما نخلان فهمیدی؟ وای گپ زدن رو ببینه تو نمیفهمی مگر شما مگر نمیفهمید من امشب با اینجا برای کسی را پراندن گفتن نآمدم. اگر 1000 نفر را پرانند من پروایی ندارم. بینید برادرم شما از پسی کلتا کیلاس هستید من باشم از پسی داملا هستم. کلتا کیلاسی که شما میگویید برایم داملا زیاد است. معنویات که او خیلی بلند است. گفتید مرده است ما هم برابری او مردیم. گفتید که زنده است ما باز زنده شدیم. باز گفتید که مرد ما باز مردیم. همین خیل نیست مگر؟ چی اکا؟ ما نمرده بودیم مگر؟ چی میگه؟ وای اکا حاضر از آب پیدا شد یک مرد آب خورده بود است کو برآورده بودن. خدا هر کوی شما را سنده لعنت خدا بر شما باد. را گردید پیش رای دست سرم چه بلاهایی بست هم چشما چی میزنی سردارم من فکر میکنم که این کنعان دیوانه چیزی رو از ما پنهان میکنن. گپ زنی شبین گپ های پنهانی میزنن. با فکرم چی سیره رو از هر دوی ما پنهان میکنن. سیر گفتی؟ بله سیر گفتم. تو سیر گفتی مگر؟ سیر گفتم ولی که سیر میخوردگی را نی. بله چی شد؟ خاموش لوند خاموش فکرم رو پریشان نکن. خاموش است یک لحظه. یکون چی گزی داد؟ خاموش لوند چی باشد؟ سیر رو پنهان میکنن. این چی سیر باشد؟ خوب شد که این جوشن را پوشیدم. که جناب پلیس این سقراط گفتنی آدم از من چی میخواهد نمیدونم اما از پسم است. مرا کشتن میخواهد. برای همین میترسم. راستی گپ رو گویم برایم یگان محافظ میخواهم. این خیلی نمیشود جناب احمد. باید با امنیت مراجعت کنید. جناب پلیس کی مراجعت میکنم؟ یکی رود و در بین راه این آدم مرا پرانه چی میشود؟ متاسفانه از دست من کاری نمیآید. خدا میگویم وضعیت بد است. یگان جوشن دیده قلم. گفتم که از دست من کاری نمیاد. دستشویی در کجا؟ در بالا طرف چپ. برای محافظت خود باید کاری کنم. میدونستم اکرم آمدم میپرانم. اوف.
برای تازه کردن نوارها به بیمارخانه رفتنم لازم. حیاتم را چون احمد شمشک دوام میدهم. سیر سردارم چی قدر سیر داری؟ به خدا که بیزار کردی. خاموش لوین، خاموش، فکرم رو پریشان نکن. خاموش میشوم، اما اینجا خنک است. شما هم مثل سگی که استخوان رو گم کرده است این طرف و طرف میروید. پسرم کمی ایست، فکرم رو پریشان نکن. این تیر رو نیفته از اینجا نمیروم، فهما؟ سردارم شما چقدر کسل هستید که من هیچ درد شما رو نفهمیدم. کمتر پیش کارت میگفتید. حاضر باشد با سیر کباب کردید، من شما رو نفهمیدم برادر. بیاید من شما رو به بیمارخانه برده یک داروی آرامیتسی میدیم، آرام میشه. به خدا مثل دیوانه ها اون طرف میرود این طرف میرود. راستی که من خونه خوردم. دارم اینجا نمارم اون جوانه. گفتی؟ از خونه که میمیریم گفتم. نه پیش از این گفتم یک داروی آرامیتسی تا گذرانم. پیشتر از این؟ پیشتر بیمارخانه گفتم. بله بیمارخانه. البته پسرم روی حل این تیر در بیمارخانه رفتم. لوین راه کرد. شما باز دیوانه شدید. قسم میخورم که دیوانه شدید. بسیار گپ نزن. سردارم از برای خود برای چی قدر تیز میروید؟ کجا سر و سیمه است؟ به بیمارخانه. وای بیشرف چی خیلی زنده مونده است باید دانم. لوین وقتی که کارتکلا زنده است میگفته چرا به بیمارخانه رفتی؟ از کجا میدونی که نرفتم بیاق؟ البته که رفتم. با طبیبان گپ زدم، ارشیو رو جستجو کردم، چیزی رو ندیدم. من دیگر راهی گریز نداره. بخشش شما با همشیره صحبت کردی؟ همشیره گفتی؟ بیماران رو برای جراحی آماده میکنند که شما با همون همشیره صحبت کردی؟ زیری کاسه نیم کاسه است لوین. زیری کاسه نیم کاسه. همه حجتایی که در ارشیو هستن دانه دانه از نظر میگذرانیم. همه را پرس و پاس میکنیم. پسرم من او را در مرگ دیدم، مرده بود. چی خیلی زنده ماندم؟ این سر را میکشویم پسرم، این سر را میکشویم. آفرین سردارم، حلالتون بود به خدا. ببینید شما با یک کلمه سیر به چی چیزها رسیدید. همش عیبی من بود. اگر میدونستم براختر سیر میگفتم. احمد شمشکی اینقدر رفتی خنک داشته است. آدم با آدم اینقدر مانند می شده است.
کلتکلس اینجا بود. یا خدایا سردارم، من به شما گفتم یک کلتکلس نمرده است، زنده است. باور نمیکنید؟ کلتکلس رو کشتند و جسدش رو به بحر پرتافتند. این رو هم باور نمیکنید؟ چی کلتکلس از بحر برآمده به اینجا اومده؟ بله سردارم، گپایتان و گوشایتان میشنوند. گفتنیت کلتکلس همینجا بود. بله لیمن، بله کلتکلس اینجا بوده است. پیش از ما اومده همه حجت ها رو گرفته، نوارها رو تازه کرده است. پس از تریزه گریخته است. خیر دامولوزیا، کی هستی نمیدانم، ولی به من اینقدر ماننده که حیاتی تو به آخر رسید و از من آغاز یافت. زنده می بودی منتداری می کردم اما متاسفم. همه اون طبیبانی که در اون جراحی بودن دیدن میخواهم تعجیلا. امروز روز استراحتی است. چی خیلی استراحت؟ زنگ زنید، لطفا زنگ زنید. این بسیار تعجیلی. چی کار میکنی لیون؟ نظارت دارم. چیزی نیست. تمام آرام باش. آقای اکرم، جسدی کلتکلس را از آب پیدا نکردند. پیدا نکنند. بگذار خوراکی ماهی ها شود آن بیشرف. بابا مرا اینجا اسیر گرفته اید مگر؟ یا اینکه میترسید که به پلیس خبر میدیم؟ نبیرم، یکتایم. فکر نکردم که برای قتل کسی که زندگیمان را محو کرد تو با پلیس خبر میدهی جانم. من برای تو قاتل شدم. کارهایی که کلتکلس برای ما کرد کم نبودند. باز میلیس را آغوش گرفته به تو خیانت کردنش را دیده طاقت نکردم. دیگر هرگز اجازت نمیدم که وی آدمی پست تو را برنجاند. اول پدرم رو، بعد دوست داشتم رو کشتید. قاتل ها. همش از پشت تو شد. میکشم تو رو، میکشم تو رو. شیطانی خود پرست. دستان افلاست رو بگیر. ملیس پس برید او را در اتاقش مخرم کنید. حالا تمام نشده است. با تو نشان میدهم. فهمیدی؟ چیکار میکنید شما؟ ایسته دخترم رو رها کنید. رهایم کنید، رهایم کنید. قاتل ها، قاتل ها. زورا راه دخترم، تو هم به اتاقت رفته استراحت کن. راه دخترم.
پلیس خبر میدیم شما قاتلید. ملیس همش را نقل کرد. دوست داشته دخترم را کشتید. قاتل. ایست نرو. چی کار میکنید؟ مرا نیز در اتاق محکم میکنید. گوش کن خانم، مجبورم نکن که قوتم را نشان دهم. اول صحبت میکنیم، همش را گوش کن، بعد به کجایی که میروی رو. آه خواهری زیبای من. آدمی که ملیس دوستش میدارم میگوید میدانی کی هست؟ البته میدونم. با اون صحبت کردم. حتی به نامزدی سلین دعوتش کرده بودم. دعوتش کردی؟ بله. خوبو آدمی که دعوتش کردی میدانی که کی است؟ به خدا من هم افتش رو ندیدم. اولین بار گفتم در نامزدی او رو بینم و با همه شناس کردنی بودم. کی رو؟ دوست داشته ملیس احمد. من حالا او رو ندیدم. دوست داشته ملیس احمد رو؟ بله. احمد گفتنی آدم کلتکیلاس است. چی؟ نه، این غیر امکان است. غیر امکان نیست. اکا خود را به دست گیر. خدایا مگر خوب دیده ایستادم؟ خوب نیست جانم، نزدیک تویم. من نمردم. یا خدایا باورم نمی آید. اکا بسیار یادت کردم. اکا تمام آرام باش. ما فکر میکردیم که وای بیشرف مرده است، اما زنده بوده است. چگونه ای که زهرا را محو کرده بود، ملیس را نیز محو کرد. خانم تولین، من برای ملیس قاتل شدم. اگر خواهی خودی حاضر رفته به پلیس خبر بده. زهرا را محو کرد، ملیس را نیز محو نکند گفته کشتم او را. من چی کاری کرده باشم برای خوبی لبه رهایم کردم. هیچ طاقت تماشای برای بد بردن ملیس را نداشتم. بین خانم تولین، مرا خوب گوش کن. اگر در نزد من باشی تو دارنده عمر به سر میبری. اگر برعکسش را فکر کنی پشت دستت را میگزی. رفته دخترت را فهمان، بگو از این کارهای بیهوده برگردد. زود باش. یعنی اکا این چه خیلی میشود؟ من حالا نفهمیدم، عقلم نمیگیرد. یعنی او احمد چی میشه گفتنی آدم برای شما اینقدر مانم بوده است؟ به خدا نمیدانم بیتول، از راستی نمیدانم. اما یک چیز میگویم، از این بابت مرا همچون احمد شمشک قبول کن. یعنی باید خودم را افشا نکنم. اگر افشا کنم هیچ پروا نکن اکا جان، بی‌پروا باش. پیدایت کردم، از دست دادن نمیخواهم. این کفایه نیست. اگر ما رو یک جای بینن پای میبرن که من احمد شمشک نیستم، کلتکیلاس هستم. برای همین باید بسیار با دقت باشیم. یعنی چی؟ ما یک گر رو نمیبینیم؟ این چی خیلی میشود آخیر؟ خواهرم این خیلی گپ نیست، حتما وا میخوریم میبینیم. یعنی کسی باید نداند بیتول.
دختره که من دوست می‌دارم کسی با او شپاتی زده نمیتواند فهمه. دختری که تو دوست می‌داری من هستم. من فهمیدی چی خیلی این کارا با من روا دیده زیاد. چی خیلی کاشکی تو را به یاد نمی آوردم. حاضر من به زهرا چی میگویم؟ میلیس رو در آغوشم دید. باز گفتم که دختری که من دوست میدارم کسی او رو دست دراز کرده نمیتواند. چی کار میکنم من؟ یک سال پیش بود. خوب فکر کن لطفاً، این بسیار مهم است. دخترک زیبانو ترسیده گپ زن. ببین، هنگام جراحی یا پیش از جراحی چیزی بود که دقتت را به خود جلب کرده باشد. این بسیار مهم است. میگویم با تو خوب فکر کن. با شما پیشتر گفتم کو همه چیز مقرری بود. بیماران رو به جراحی آماده کردم و به دستانشون نامهایشان رو بستم. عشقم چه خیل هستی؟ یک چیز رو به تو نقل کنم. گفتم با بیمارخانه 2 بیمار آوردن، از یکدیگر فرقی ندارن، مثل 2 قطره آب حاضر برای جراحی آماده کرده ایستادن، مثل 2 گونیکو هستند. میگویی که در کودکی عوض کرده شدن. آدم این قدر مانع شده است. در اصل یک چیز شده بود. چی شده بود؟ بیمارانی که برای جراحی آماده میکردم با یکدیگر بسیار مانع بودند. با ما گفتن که یکیش در یک انبار ترکیده است، دیگرش باشد استاد است، از درخت افتیده است. استاد در بالای درخت چی میگفتن؟ تو چینی برآمده است، به فکرم غلطیده است. عقلت همین قدر بی عقل. تو را بسیار یاد کردم زهرا. ببین کی بودیم و کی شدیم. جناب اکرم را ببین. به چشمم نگاه نکرده مرا پران. بسیار خودم را خسته کردم. باید در وقتش گریخته می رفتم. تو دوز دستت بسرم. از عشق چی را می دانی تو؟ چی را؟ لبای الو احمد جان، جانم در کجایی؟ از صبح باز هم به 2 درس ندار اومدی. گوش کن، اگر امروز تو اومده در ساعت رو نگذاری، مدیر به صاحبی مکتب زنگ زده تو رو از کار پیش میکنم. خدا پناه دهد، زود به مکتب بیا. تمام. اگر از مکتب پیشم کنند احمد شمشک نبودنم معلوم شد. باید روم. به این زن من تکلیف خانه‌داری نکرده بودم. بسیار شادم. اما زنها را فهمیدن نمی شود.
کمی مونده بود که دستگیر شوم. اوه استاد احمد چه شما چای بیارم؟ شوکت تو دیوانه ای. کدام استاد کدام احمد؟ برادر کیلاس تو هستی؟ من خودم هم دیوانه نشناختی. خواجه میگو که منم ای بی عقلی دیوانه چی میگویی؟ من هستم. برادر از راستی تو هستی؟ تو چه خیلی آدمیه برادر؟ من گمان کردم که تو نیستی دیگر. اوف شوکت من از دستی تو رهایی ندارم مگر؟ موقعی ساخته شدم پیدا شدی. با اینجا آمدم میبینم در اینجایی. از تو جانم خلاص نمیشود مگر؟ یا خدایا تو دیوانه رو من باز زیاد کردم. اگر رنگی همون سریای اولی دوملوزی با قزیق میشم ده. اینجا بیا سامی؟ سامی تو اینجا چیکار میکنی؟ منتظرم. منتظری؟ همین خیل سفسطه نگو. تا آن وقتی که تو تکلیف خانه‌دار شوی مرا قبول نکنی اینجا میشینم بیتول جان. اینجا همین خیل میشینی یعنی؟ بله. اینطور باشد بله میگویم. چه خیل بله میگویی؟ یک لحظه تو حاضر برای چی برای کی بله گفتی نفهمیدم. خانه‌دار شویم گفتی کو سامی؟ قبول میکنم. مسخره میکنی ها؟ من ذوق مسخره کردن دارم مگر سامی؟ یعنی تکلیف خانه‌دار شوی کردم تو باشه قبول کردی. من خوب نفهمیدم برای همین پرسیده ایستادم. عصبی هم کردی هادی رد میکنم. رد نکن التماس رد نکن خواهش میکنم. صحبت کردیم مصلحت کردیم قبول کردی همین خیلی. یک لحظه میدونستم که روز تکلیف خانه‌داری مرا قبول میکنی. انگشترین رو با خودم میگرداندم. نمیشود. نمیشود این خیلی نمیشود. کمتر پیش صحبت کردیم بله گفتی قبول کردی این خیلی نمیشود. نه این خیلی باید شود. اول تو مرا از اکرم باید خواستگاری کنی. از اکاد گفتی؟ بله. وای یعنی وای درست گفتی. حق هستی بسیار درست. معذرت میخوام. کاش اکاد زنده میبودو. تو رو از او میخواستم. همین خیلی؟ بله. کارو بار انا همین خشاب کرد. نمیدونم چه خیل موافق آمد اما معلوم که تقدیرم بلندی کرد. نامم احمد شمشک. خانه دارم، شناسنامه دارم، یعنی ساخته نیستم. یعنی دیگر از کسی نمیگریزم. کارم آمد کرد. چی ها میگویم؟ چی کینا نقل داری به من؟ احمد شمشک نامی ساخته نیست مگر؟ نه نیست. چه خیل ساخته دیوانه. من به جای او گذاشتم میگویم. یا خدایا اینقدر آدم گویا پای نبردن مگر؟ نه کسی نفهمید. نمیبینی مگر آدم 100% به من مانند است. او من فکر میکردم این تو هستی. پدر قطعی و مادر جدا نباشیم با. نمیدانم شوکت. من هم نفهمیدم. دوگانی کدیا که برگردد با تو چیکار میکنی؟ چه خیلی برمیگشته است؟ آدم مرده است. نمیفهمی؟ فو آقی پدر بودی تو رو برادرم گفتم کارت رو بین رفتن یه آدم بیگناه رو کشته با جایش گذاشتی ها؟ ای شوکت هیچ تغییر نیافتی. بین همین قدر فهماندم نفهمیدی. سری بی مغزت رو کار فرما. خدای توبه. احمد شمشک مرده است. من باشم در بیمارخانه به جای او گذاشتم. نفهمیدی تو کلاورم. من احمد شمشک فهمو؟ دمت رو گرفته هر جا نلم. به نزدم کی آمدی؟ بدون که احمد شمشک هستم بعد بیا فهمو؟ انی خمه آدم نکشته اوخی؟ اوف شوکت من باید به درس روم. گپای گفتگیم رو کمی فکر کن. از گفته های این سرم درد کرد. سرم تاب خورده ایستاده است. ای خوب که برادرم زنده استی. با جراحی دو بیمار میدروید. یکی کلته کلاس دیگر استاد. با یک دیگر بسیار مانند هستند. کلته کلاس رو میکشند اما زنده است.
استاد چی؟ نفهمیدم. ای به شرفی کلتکیلاس. سردارم از دست کلتکیلاس خزنده بیناموس من خانم سلین خود را پیدا نکردم. در خانه هم نبود. یعنی او انیق مرا ترک کرده رفته است. به همه این کلتکیلاس بیناموسی احمق گناهکار است. خود را به جای استاد گذاشته است. سردارم مرا شما گوش نمیکنید. سلین رفته است میگویم. تو چی ها میگویی دیوانه؟ با تو میگویم خود را به جای استاد گذاشته است. من سلین گفته ایستادم. دیوانه چی؟ لوینت کلتکیلاس را در کجا دیدی؟ همه‌اش را دانه دانه به من نقل کن. همه‌اش را نقل کرده. من به ملاقات میرم. با کی؟ با جناب احمد. جناب احمدش کیست؟ من به تو گفته بودم که احمد شمشیر استاد دین و اخلاق است. پیش از فوتی هم باید با او میخوردم. احمد شمشیر گفتی؟ بله این همان است. آدمی که سقراط دستگیر کرده بود. در روز فوتی هم با سلیم باید با او میخوردم، لیکن از پشت کلتکیلاس بیچاره با او خوردن نتوانستم. اکنون رفتم با او میخورم. سقراط احمد شمشیر رو دستگیر کرده بود؟ بله به شما نقل کرده بودم که وقتی خودخوری گفته بودم که یا خدایا. سردارم باز دیوانه شد. او با کجا رفت؟ اوف مانده شدم. سلام استاد. امروز استاد عجیب می نموید. زهرا چیکار کرده ایستاده باشد؟ چیکار کنه دیگر بیچاره؟ فکر میکرد که من مردم. زهرا کیسته؟ زود به ماشین هاشینه. با کالج آموزشی میرویم. زود باشه. به خانه اشون روم چی؟ نه بابای دیوانش میپروند مرا. دیوانه شده از چی؟ پیش از آنی که بابایش مرا پروند، دختری را در آغوش گرفته بودم. زهرا دید. استاد گویا که خواب از خود به خود گپ میزند. بگذار گپ زند، بدورش نکن. برای درس نخونم گفته دیگر یگان فکر برای ویران کردن درس نمیخونی. زود باشه. چی کنم؟ به زهرا همش را میفهمانم. انشالله مرا میفهم. و استاد چی شده باشد؟ چرا سرسته میگوید؟ دیوانه شده است؟ ممکن دیرکتوری مقصد من معلم ها را آگاه کردن حقیمن است. با تو میگویم این کمیسر از اون کره است. خیر این شما چی خیلی شپاتی سخت زد مرا. اگر یگان نفر دیگر میشد حتما میافتی. التماس فهمانید اینجا چی گپ است؟ استاد اکنون درس رو شروع میکنیم. چی شد؟ درس رو شروع نکردیم؟ نه استاد. شروع کردید استاد. بسیار خوب رفته استاد از درس. استاد درس رو شروع میکنیم یا نه؟ بچه ها شروع کردیم یا نکردیم؟ نه استاد تا شروع نکردیم. به این بچه ها چرا نقل میکرده باشم؟ کتابی درسی هم ندارم. امروز راههای به مقدار آدمان راه است که تو را به خدا نزدیک میکنه. راههای دیگری نزدیک شدید به خدا. بله محترم جماعت، یعنی جوانان عزیز،
در زمان راههای رسیدن به خدا. من سخنهای استاد رو نوشتن در کن. حاضر. بله بچه ها راه های رسیدن یست پلیس گیرد راه. چی گپ است؟ ای برادر راحت با آخر رسید کالتا کلاس. ایسته جناب پلیس در نزد بچه های من عیب است، یعنی خطای شده. بسیار گم نزن. شما چی کار میکنید؟ اینجا سیمپ است. چی ها میگوید استاد؟ چی ها میگوید؟ این جنایتکاری وزنین است. بره دو راه. استادمون رو به کجا میبرید؟ سردی شد رو کجا میبرید؟ تمام بچه ها آرام باشید و جایتون شیرید. تمام. ای استادم دختر میرم. این رفتیم چی گپ است؟ استاد احمد چی شد؟ جناب سردار احمد استاد احمد رو به کجا میبرید جناب پلیس؟ دستتون رو گیره. کسی با او تهمت کرده است. اون جنایت نمی کند. بله تهمت کرده است. این کار رو نکنید لطفا. چی گپ است اینجا؟ کلاس از هرچین؟ وای جناب شوکت یاردمچی این بیشرف هم اینجا بوده است. این رو هم گرد باشه یه طرفی بگذاریم نستو دست من سر بده. اینجا چی خبر است؟ باشه سر بده سمبوسون در دخوفکه موندگی نسوزه. آشخونه چی رو هم گرفتن؟ استاد احمد پروا نکنید. انیخ چی خطاگی شده؟ استاد بیشرف فکر کردی به جای احمد چی میشک در اومده مرا فریب میدی؟ من نمیفهمم اگر برات